بیایید یه لحظه ذهنتون رو مثل سیستم عامل یک کامپیوتر تصور کنیم. یه OS فوق‌العاده قدرتمند که تمام اپلیکیشن‌های زندگی شما رو اجرا میکنه. اما خب مثل هر سیستم عامل دیگه‌ای گاهی وقتا کند میشه، باگ پیدا میکنه یا روی یه سری تنظیمات پیش‌فرض کار میکنه که دیگه به درد امروزمان نمیخوره. توی این برنامه میخوایم با هم یاد بگیریم چطور از یه کاربر عادی به یه ادمین حرفه‌ای برای این سیستم عامل تبدیل بشیم. مطمئنم این حس رو تجربه کردید. انگار یه برنامه تو پس زمینه هنگ کرده و داره تمام منابع سیستم رو میخوره. این برنامه میتونه اضطراب باشه که مدام توی یه حلقه بیپایان تکرار میشه یا یه باور قدیمی که مثل ویروس جلوی اجرای برنامه‌های جدید و بهتر رو میگیره. خبر خوب اینه که اینا نقصای ذاتی شما نیستن. اینا فقط باگ‌هایی توی کدنویسی ذهن شما هستن که میتونیم با هم شناسایی و دیباگشون کنیم. خب بیاید یه نگاهی به این دوتا نسخه بندازیم. سمت چپ ذهن پیشفرض رو داریم، ذهنی که بیشتر وقتا به صورت خودکار و واکنشی عمل میکنه. این همون تنظیمات کارخونه است. سمت راست نسخه ارتقا یافته است، ذهنی که آگاهانه مدیریت میشه، انعطاف پذیره و به جای اینکه تو مشکلات گیر کنه روی پیدا کردن راه حل ها تمرکز میکنه. حالا با هم میریم سراغ نقشه راه که چطور از این ورژن چپ به اون ورژن راست برسیم. اولین ماژول یا اپلیکیشنی که می‌خوایم نصب کنیم برای مدیریت اضطرابه. حالا چرا از اینجا شروع می‌کنیم؟ چون اضطراب دقیقاً مثل پاپاپ تبلیغاتیه که مدام وسط کار ظاهر میشه و تمرکز ما رو به هم میزنه. تا وقتی کنترل این پاپاپ ها رو به دست نگیریم، نمیتونیم روی کارهای عمیق‌تر و مهمتر تمرکز کنیم. پس اول از همه میریم سراغ کنترل این نویزهای ذهنی. نکته حیاتی دقیقاً همینجاست. ذهن ما برای نگه داشتن ایده ها و نگرانی ها طراحی نشده. درست مثل اینکه رم کامپیوتر برای ذخیره دائمی اطلاعات نیست. وظیفه ذهن پردازش اطلاعات و حل مسئله است. وقتی نگرانی ها رو تو ذهنمون نگه می‌داریم، انگار کل ظرفیت پردازشیمون اشغال شده. پس اولین قدم یه تخلیه شناختی کامله. یعنی تمام محتویات رم ذهنی رو میریزیم روی یه صفحه کاغذ یا یه فایل متنی تا بتونیم از بیرون بهشون نگاه کنیم. حالا منطق پشت این 4 مرحله فوق‌العاده است. اول تخلیه می‌کنیم چون نمیتونیم چیزی رو که نمی‌بینیم مدیریت کنیم. بعد دسته‌بندی می‌کنیم تا سیگنال رو از نویز جدا کنیم. بعدش برای سیگنال ها برنامه ریزی می کنیم و در نهایت نویز ها رو آگاهانه رها می کنیم. این فرایند یه حس آشفتگی و سردرگمی و به یه نقشه راه عملی و شفاف تبدیل می کنه. و این ماتریس ابزار ما برای مرحله دوم یعنی دسته‌بندیه. بیایید با هم هر 4 تا خونه رو بررسی کنیم. نگرانی شاید تو امتحان فردا موفق نشم یه نگرانی منطقی و قابل کنترله، پس میره تو ناحیه اقدام و باید براش برنامه ریزی کنیم. نگرانی اقتصاد کشور چی میشه؟ منطقیه اما غیر قابل کنترله، پس میره تو ناحیه پذیرش. نگرانی اگه حرف اشتباهی بزنم همه ازم متنفر میشن، غیر منطقی و قابل کنترله، پس باید باورش رو تو ناحیه رفع باگ به چالش بکشیم. و نگرانی نکنه یه شهاب سنگ بخوره به خونه من هم غیر منطقیه و هم غیر قابل کنترل و باید تو ناحیه حذف قرار بگیره. میبینید این تفکیک انرژی ما رو دقیقاً به همون جایی هدایت میکنه که باید باشه. بسیار خوب، ماژول مدیریت اضطراب مثل یه آنتی ویروس قویه که تهدیدها رو شناسایی و مدیریت میکنه. اما حالا میخوایم یه قدم عمیق‌تر بریم و سورس کد سیستم عامل رو بررسی کنیم تا بفهمیم این ویروس‌ها و باگ‌ها اصلاً از کجا میان. ریشه خیلی از اضطراب‌های ما تو کدی نوشته شده که بهش میگیم باورها. خب نکته حیاتی اینه که بین یه رویداد و واکنش احساسی ما یه متغیر پنهان وجود داره و اون متغیر باور ماست. فرض کنین رویداد یا همون A اینه که دوستتون به پیام شما جواب نمیده. اگه باور یا B شما این باشه که حتما از دستم ناراحته، پیامد یا C میشه اضطراب و نگرانی. اما اگه باور یا B شما این باشه که احتمالاً سر شلوغه، پیامد یا C میشه آرامش. رویداد یکسانه، اما با تغییر یه خط کد باور خروجی هیجانی کاملا متفاوت میشه. این 4 تا از رایج‌ترین و مخرب‌ترین باگ‌ها توی کدنویسی ذهنی ما هستن. مثل اون ویروس‌های معروفی که اکثر سیستم‌ها رو آلوده می‌کنن. بیایید هر کدوم رو سریع بررسی کنیم و یاد بگیریم چطور با یه سوال ساده دیباگشون کنیم. این باگ یه مشکل 10% رو به یه فاجعه 100% تبدیل میکنه.
مثلا یه اشتباه کوچیک تو محل کار رو مساوی با اخراج شدن و نابودی آینده شغلی می‌بینه. سوال دیباگ کردن این باگ اینه: آیا این اتفاق واقعاً یه فاجعه غیرقابل تحمله یا فقط یه اتفاق ناخوشایند و سخته؟ این باگ قوانین شخصی ما رو به قوانین جهانی تبدیل میکنه. من باید همیشه موفق باشم. مردم باید همیشه منصفانه رفتار کنن. این بایدها ما رو برای ناامیدی و خشم آماده میکنن. سوال دیباگ کردن اینه: کجا نوشته شده که این یه قانون مطلقه؟ آیا این یه باید هست یا صرفاً ترجیح منه؟ این باگ ما رو از هر چالشی که باعث رشد میشه باز می‌داره. هر بار که با سختی روبرو میشیم به ما میگه من نمیتونم اینو تحمل کنم. سوال دیباگ کردن اینه: چه شواهدی وجود داره که من نمیتونم اینو تحمل کنم؟ مگه تو گذشته شرایط سختری رو پشت سر نذاشتم؟ این همون باگ کلاسیکه من تو این کار شکست خوردم پس من یه شکست خورده هستمه. این باگ یه رفتار یا یه داده رو به کل هویت یه فرد تعمیم میده. سوال دیباگ کردن: آیا این یه اتفاق تمامیت وجود من رو به عنوان یه انسان تعریف میکنه یا فقط یه عملکرد توی زمان خاص بوده؟ بسیار خوب. از لایه اپلیکیشن ها یعنی مدیریت اضطراب و سورس کد یعنی باورها عبور کردیم. حالا میرسیم به هسته یا کرنل سیستم عامل، دو حالت پردازشی بنیادین که ذهن ما بر اساس اونها کار میکنه. درک این دو حالت کلید اصلی برای مدیریت کل سیستمه. ذهن ما میتونه تو یکی از این دو حالت اصلی کار کنه. حالت بسته یا بهره برداری از دانش و مدل‌های ذهنی موجود برای تصمیم‌گیری سریع استفاده می‌کنه. این حالت برای کارهای روتین مثل رانندگی توی مسیر همیشگی عالیه. حالت باز یا کاوش دنبال اطلاعات و راه‌حل‌های جدیده. این حالت برای وقتی که توی شهر جدید گم شدید و باید مسیرتون رو پیدا کنید ضروریه. هیچ کدوم برتر از دیگری نیست. هر دو ابزارهای ضروری هستن. این یه مفهوم فوق‌العاده جذابه. حالت بسته از چیزی به اسم تنظیمگر شناختی استفاده میکنه. یعنی یه سیستم باور یا ایدئولوژی که مثل یه الگوریتم فشرده‌سازی برای واقعیت عمل میکنه. به جای تحلیل میلیون‌ها داده، ذهن از این مدل ساده شده استفاده میکنه تا سریع به نتیجه برسه. این یه ویژگی طراحی شده تو سیستم عامل ماست، نه یه باگ. پس هدف حالت بسته بهره‌وری انرژیه. تصور کنید اگه هر روز صبح باید از صفر تحلیل می‌کردید که آیا این صندلی برای نشستن امنه یا نه، ما دچار فلج تحلیلی می‌شدیم. حالت بسته با ارائه جواب‌های آماده و میانبرها، ظرفیت پردازنده مرکزی ما یعنی توجه آگاهانه رو برای مسائل واقعاً جدید و مهم آزاد می‌کنه. خب، رسیدیم به نقطه اصلی ارتقا. یک کاربر حرفه‌ای سیستم عامل ذهنی توی یه حالت گیر نمی‌کنه. اون انعطاف پذیری شناختی داره. یعنی آگاهانه تشخیص میده که برای هر موقعیت کدوم حالت مناسب تره. این یعنی به جای اینکه مثل دماسنج باشیم و فقط دمای محیط رو نشون بدیم، به ترموستات تبدیل بشیم و دمای مطلوب رو خودمون تنظیم کنیم. و دلیل اهمیت این موضوع اینه که یه مکانیزم عمیق و تکاملی حالت پیشفرض ذهن ما رو تعیین میکنه و اون حاشیه بقاست. وقتی مغز ما حس کنه در خطر هستیم یا منابع کمی داریم، به طور خودکار حالت بهره برداری یا بسته رو فعال میکنه. چرا؟ چون وقتی یه شیر داره دنبالتون میکنه، وقت کاوش برای راههای جدید نیست. باید از سریع‌ترین راهی که بلدید فرار کنید. این جدول خیلی خوب نشون میده که محیط چطور روی ما تأثیر میذاره. توی محیط کاری پر از استرس و ترس از اشتباه یعنی تهدید بالا، حاشیه بقای ما پایینه و مغز به طور طبیعی به حالت بسته و محافظه‌کارانه شیفت میکنه تا ریسک رو کم کنه. در مقابل توی محیط با امنیت روانی بالا یعنی تهدید پایین، حاشیه بقای ما بالاست و مغز جرأت میکنه وارد حالت باز و خلاق بشه. و این مهمترین پیام امروزه. شما شاید تا الان با تنظیمات کارخونه‌ای ذهنتون کار می‌کردید، اما با درک این سیستم‌ها شما در واقع پسورد ادمین سیستم عامل خودتون رو به دست آوردید. حالا شما میتونید آگاهانه مشاهده کنید که ذهنتون تو چه حالتیه و اگه لازم بود اون رو تغییر بدید. این سوال اول و حیاتی برای خودآگاهیه. برای جواب دادن بهش به هفته گذشته‌تون فکر کنید. چند بار یه باور اصلی خودتون رو به چالش کشیدید؟ در مقابل چند بار به یه راه میانبر همیشگی اعتماد کردید؟ بیشتر حس کنجکاوی داشتید یا حس قطعیت؟ اینا نشون میده که سیستم عامل شما به طور پیش‌فرض روی چه حالتی تنظیم شده.
و این سوال نهایی و قدرتمندترین سواله. شاید محیطتون شما رو به سمت حالت بسته هل میده، اما اهداف شما نیاز به خلاقیت و کاوش داره. یا شاید هم برعکس تو دریایی از اطلاعات غرق شدید و نیاز دارید مدتی روی حالت بهره برداری و تمرکز سویچ کنید. قدرت تو انتخاب یه حالت نیست، قدرت تو این آگاهیه که شما حق انتخاب دارید. و این آگاهی اولین قدم برای تبدیل شدن به معمار واقعی دنیای ذهنیتون.